این ویدیو گفته که اگه مجبور باشی چه غذایی میخوری. برو بریم. باشی برای یک سال هر روز فقط یک سال فقط هر روز یه دونه غذا رو بخوری. کدام کشور برای یک میخوری؟ سال اونم هر روز غذای فقط باید یه غذا آمریکا. بخوری. بریم تو کارش. خیلی اینو اتفاق میخورم. سختیه. اولی غذای آمریکایی، لوبیا، نون، کیک و کمی هویج و خمیر پخته شده. نه. بعدی غذای هندیه. حاجی موز و کالباس و نه داداش تو مزاج هستم ولی دوست ندارم غذای هندی. بعدی غذای چینی، تخم مرغ، پرتقال، کلم، برنج و کمی گوشت. نه. بعدی غذای اوکراینیه. داداش من نخود برای چی باید یک سال همش بخورم؟ نه. انتخاب نمی‌کنم. غذای ژاپنی حقیقتا من ماهی خورم نیستم و ماشی حالا قهوه رو که حالا اوکی ولی نه. بعدی غذای ایتالیاییه. پاستا، کدو، نون با کوکی و سیب باحال بود. بعدی غذای مکزیکیه. لوبیا، گوشت، نون، ذرت و پنیر باحال بود حاجی. انتخابم هست. غذای کره‌ای ناگت مرغ و برنج و تخم. حاجی این خوبه با نودل. بعدی غذای فرانسوی. من برای چی باید عدسی بخورم برای یک سال؟ نه غذای کره